در ادامه نمایش امروزی تلویزیون بارسا شماره 90 از سلسله بهتر از دوست منظور شماست و چون همیشگی ما در این نمایش با تحلیل و بررسی یکی از اثرها حتما میپردازیم. امروز در استودیوی ما یک گروه خوانندگان فعال گیمنازیای رقیب 74 شهر دوشنبه حضور دارند و باید گفت که ما با این گیمنازیا همکاری خیلی زیاد هم داریم در برنامه، خصوصا در نمایش بهتر از دوست چندی مرتبه علیه شرکت می‌ورزند. نمایش ما در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان صورت می‌گیرد و مدیر بخش ادبیات کودکان نرسان اتفاق نویسنده عزیز پیوسته مشورتچی نمایش دومی ما هستند و امروز ما با ادبیات کلاسیکی رو می‌بریم. انیخترش باری اول در نمایش با تحلیل و بررسی شاهنامه بیزاوال ابوالقاسم فردوسی. البته مثال هم است که ما شاهنامه رو در یک نمایش و حتی در 10-15 نمایش پره تحلیل و بررسی کرده نمیتونیم و امروز ما با یک قسمت شاهنامه رو میبریم. انیخترش به قسمتی واقعا هم خاطرمونه که من گمان میکنم که خرد و کلان این قسمت شاهنامه رو خوب میدونن، خوب خوندن و شاید از یاد هم دانن. این دفعه با خوانندگان گیمنازیای رقم 74 شهر دوشنبه با داستان رستم و سهراب رو میبریم. اصلا چون این داستانی که با نام رستم و سهراب باشد در شاهنامه نیست، ولی محققان این را منطقاً اجرا کردن و خصوصا در همون تهیه استاد الاغزاده که با نثر صورت گرفت، استاد الاغزاده همین گونه نام نهادن داستان رستم و سهراب. این چگونه داستان است؟ واقعا در آن چگونه صورت میگیرن؟ قهرمان اساسی این بخش کی است؟ عموما که روند واقعی که هستن شما از این چه حکمت میگیرید؟ در نمایش امروزی ما حتما آگاه خواهید شد. چون دیگر نمایش ها شاید اول اندیشه بچه‌ها رو دایر به خود شاهنامه فهمیم. یعنی اصلا من باور دارم که همه میدونند که شاهنامه چگونه اثر است، ولی از نگاه شما شاهنامه چگونه اثر است؟ مرمان شاهنامه یک از اثرهای بزرگ میباشد که تا امروز به خلق تاجیک میراث مانده است. شاهنامه ما شکر از آن میگوییم که شاهنامه تا دوره ما به شکل پورش به ما میراث آمده است. داستان شاهنامه از 3 قسم عبارت میباشد. قسمت اساطیری، پهلوانی و تاریخی عبارت میباشد. داستان شاهنامه از 60,000 بیت عبارت میباشد که ابوالقاسم فردوسی آن را در طول 30 سال عمر خود نوشته است. یعنی خودی فردوسی میگوید که بس رنج بردم بدین سال 30 عجب سال 30. آفرین. درست گفتن که هرچند داستان در عصر 11 نوشته شده است، ولی تا زمانی ما با شکلی کامل پورا آمده رسیده است. خودی فردوسی از این جمله میگوید که در آغاز شاهنامه خود میگوید بناهای آباد گردن خراب، زیباران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. واقعا از زمان فردوسی تا امروز چقدر بناها خراب شدن، چقدر شهرها نابود شدن، به خاک یکسان شدن و چقدر آدمان از عالم رفتن، لیکن فردوسی زنده و جاوید ماند. البته فردوسی منمنی نکرده است، تعریف نکرده است، لیکن میدانست. بعضا آدم پای میبرد که چیزی خوب گفت. مثل اون که شما از زمین یک پاره نان رو میبردارید، میدانید که کاری ثواب کردید. فردوسی هم میدانست که بعد از شاهنامه دیگر نامش در تاریخ در ادبیات میماند. شاید در وصف فردوسی یک شعر گفته است، ممکن است قرائت کنم؟ خب. آرزوی داشت فردوسی بدیل، رنجی چندین ساله گر سودش دهد، بهر پاداشی سخنهای بلند، صله گر شاه محمودش دهد. در دیهی باش از برای همدهان، از برای خیر کارزی کند، آب آرد بر زمینی خشک لب، تشنگی های زمین را بشکند. لیک نه محمود این آمش بداد، نه زمینی همدهانش آب خورد. شاعران در آرزوی جوی آب، همچو آبی جوی پیچ و تاب خورد. آرزوی شاعران در دل بمرد، آب نامد هیچ کن در جوی او. لیک در او آب نه خونی دل است، لیک در او آب نه خونی جگر. درست است استاد لایق همیخل فرموده اند. اکنون برمیگردیم به سری مقصد، داستان رستم و سهراب.
روزی رستم نه رسم داشت و نه بزم و تصمیم گرفت که به شکار رود و او گوری را شکار کرده کباب کرده میخورد و میخواهد کمی استراحت کند. اسب خود را رخش را به مرغزار سر میدهد و زین اسب را گرفته به تکی سرش مانده خواب میرود و وقتی که از خواب برمیخیزد از رخش خبری نیست و به خود میگوید که انا مردم بس چی میگویند رستم را خواب برده است و رخش را دزدیدند و از پای رخش رفته میگرد که به سمنگان میرسد و شاهی سمنگان رستم را خیلی خوب میپذیرد و فرمان میدهد که این مهمان عالی قدر را خوب پذیرفته آن شب بزم آرایند و رستم در حجره خود نشسته بود و نخست دختری شاهی سمنگان تهمینه به نزد رستم می آید و می گوید من دختر شاهی سمنگان هستم. تهمینه یگان مرد روی مرا ندیده است تا حال و صدای مرا تا حال نشنیدند و رستم همان شب خواستگاری می کند و همان شب توی برپا می شود و روزی دیگر رستم تصمیم گیرد که به ایران برگردد و رستم به تهمینه بازوبند میدهد و میگوید که اگر دختری به دنیا بیاید به گستوانش بدوز و اگر پسری به دنیا بیاید به بازویش ببند و همین طور به ایران می رود. بعد از 9 ماه تهمینه پسری به دنیا می آورد که خیلی زیبا است. در 1 سالگی مثل 5 ساله است، در 5 سالگی مثل 10 ساله است و الکی در 14 سالگی به شکار می رود. وقتی که سهراب 14 ساله می شود الکی کلان می شود او خیلی در حیرت می آید چرا از دوستان خود پرقوت‌تر است و از مادرش پرسان می شود که پدرش کیست، از تباری کی هستم و مادرش دیگر این سر را از پسرش مخفی کرده نمیتوانست و آخر به پسرش میگوید که پدری تو رستم است. وقتی که سهراب میفهمد پدری او رستم است خیلی هیجان زده می شود. از پی جستن پدری خود می شود. مادرش به او میگوید که احتیاط باش، پدری تو یک دشمن دارد با نام افراسیاب. بعد سهراب به سفر می براید. اول وی به نزد دیژ سفید می رود. وقتی به دیژ سفید می رسد در آنجا پاسبانانی خیلی با قوت، یکی گژدهم و دیگری خجیر بود. آنها خیلی پهلوانانی پرزور بودند و وقتی که سهراب به نزد خجیر می رود خجیر به او می گوید که تو چرا به اینجا آمده ای و از کجا هستی؟ به فکرم تو از توران آمده ای. بعد آنها بینی هم بحث میکنند و در این رزم سهراب غالب میبراید. و بعد که این سخن به دختری گژدهم گردآفرید نام دختر بود، خیلی زیبا و جنگاور بود. او با شنیدن چنین سخنها خیلی غضبناک شده میگوید که من با سهراب به نبرد میبرایم. بعد که سهراب با گردآفرید به جنگ میبرایند در آن وقت گردآفرید چون که نفهمند که وی دختر است مویهای خود را به زیر کلاهی جنگین انداخته با سهراب به جنگ میبراید. گردآفرید کلاهش از سرش میپرد. سهراب در آنجا عاشق گردآفرید میشود و در هیجان میافتد که با دختر در مبارزه شده است و او از این شرم میدارد. با همراه او صحبت کنان به نزد قلعه می رود و گردآفرید اشاره می کند دروازه قلعه را برای او باز می کند و ناگهان گردآفرید به داخل قلعه می درآید و سهراب در پس دروازه می ماند و گردآفرید به طور قلعه برآمده از آنجا خنده می کند و سهراب در پایان غضبناک می شود بعدتر سهراب باز به نزد لشکران خود برمیگردد. در اینجا نه افراسیاب و نه کاووس میخواست که پدر و پسر یک جایه شوند چون که آنها تخت را از دست میدادند. اگر پدر و پسر یک جایه میشد یعنی ایران توران از دستشان یعنی از دست افراسیاب و کاووس میرفت و آنها برای همین پدر و پسر را با هم جنگ انداختند و در این جنگ آنها غالب آمدند. یعنی در این جنگ دشمنان غالب آمدند. بله. چون که پسر از دست پدر کشته شد. خب یک نفر اگر یا یک چند نفر یک چند بیت میخوند از همین داستان بسیار خوب میشد. وقتی که تهمینه بر اتاق رستم داخل میشود
яке духти шоҳи самангон манам зи пушти ҳизабру палангон манам багети зи шоҳон маро ҷуфт нест чу ман зери чархи барин андакест зи парда бурун кас надидам маро на ҳаргиз кас овоз шунидам маро ба кирдори афсона аз ҳар касе шунидам ҳаме достонат басе биҷустам ҳаме китфу ёлу барат бадин шаҳр эзид кард обишварат агар тундбоде барояд зи кунҷ ба хок афканад норасида турунҷ агар оташе гоҳи афрохтан бисӯзад аҷаб не зӯ сохтан бисӯзад чу дар сӯзиш ояд дуруст чу шохи нав аз бехи кӯҳна бируст дами марг чун оташи ҳавлнок надорад зи барно фартӯхт бок ҷавонро чӣ бояд ба гети тараб ки не марг ро ҳаст пири сабаб дар ин ҷои рафтан на ҷои диранг ба распи қазо гар кашад марг танг чунон дод ки дод аст бедод нест чу дод омадад бонгу фарёд чист ҷавонию пирӣ ба назди аҷал яке дон чу дар дин нахоҳӣ халал чу 9 моҳ бугзашт дар духти шоҳ яке кӯдак омад чу тобанда моҳ ту гуфтӣ гави пилтан рустам аст ва ё соми шер аст ё найрам аст кунун разми суҳробу рустам шунав дигарҳо шунидасти ин ҳам шунав яке достон аст пур аз оби чашм дили нозук аз рустам ояд ба хашм бед мо ба як нукта бармегардем ба оғози ҳамин достон гуфтем достон рамзӣ аст вақте ки рустам ба шикор рафт ва ба самангон рафта самангон он вақт дар мулки турон буд дар эрон набуд вале ба андешаи шумо барои чӣ шоҳи самангон рустамро хуш қабул кард ва аз мулки душман буд ку рустам барои чӣ нараванд аз он сабаб вай рустамро хуш қабул кард ки вай медонист ки вай хеле марди паҳлавон аст ва дар ҳамаи ҷангҳо ба ҳама ба набард мебарояд ва аз ҳеҷ кас шикаст хӯрда наметавонад воз аз ин сабаб вай мехост ки дар он ҷо вай рустам бо ҳамон чизе ки дар он ҷо ки будааст ҷанг накунаду ҳамеша дар он ҷо ғолиб бояд яъне ки вай хеле аз сабабе ки вай паҳлавон буд вай мехост ки рустамро хеле хуш қабул кард чун рустам рахши худро гум карда буд ба шоҳи самангон мегӯяд ки то аз рахш хабаре нашавад самангонро ба хок яксон мекунам ва барои ҳамин шоҳи самангон рустамро хуб пазируфта буд вақте ки шоҳи самангон дида буд ки ӯ бо рустам бо як хашме ба Систон омада истода буд ӯ вай мехост ки ӯро ором кунад ва барои ҳамин ба ӯ як вай бо ӯро хуб пазируфт шоҳи самангон аз қаҳрамонӣ ва дилерии рустам ба пуррагӣ огоҳ буд вақте ки овозаи омадани рустам ба гӯши вай мерасад вай аз тарсу ҳаросу чӣ кор карданашро намедонад вақте ки огоҳ меёбад ки рахши рустам гум шудааст вай медонист ки рустам бо як хашму ғазаб ба тарафи онҳо омадааст ва аз ҳамин сабаб бошад ки вай бо вай муносибати хуш мекунад ва вайро хуш мепазирояд аслан дурустам гуфтед вале андешаи дуруст он аст ки бинед қаҳрамони асосӣ яке аз қаҳрамони симои асосии шоҳнома ки аст рустам яъне ба рустам дар тамоми кишварҳо қоил буданд вай бинобар он вай хоҳ кишвари дӯст бошад хоҳ душман бошад чун рустам паҳлавон буд ҷавонмард буд ҳамин хел не пас шоҳи самангон ҳарчанд ки дар самангон дар ҳудуди турон буд вале шоҳи самангон хоҳед нахоҳед ба паҳлавонӣ қаҳрамонӣ рустам қоил буд ҳам албатта бисёр мехост ки ҳамин хел як таваҷҷӯҳи ҳамин хел як қаҳрамонро ба худ ҷалб кунад фарз кардем ҳозир агар Дилшон Назаров ба ягон кишвари дигар равад бисёр эҳтиром қоил мешаванд то Дилшон Назаровро чӣ кор кунанд ба кишвари худ биёранд аз номи ҳамин кишвар баромад кунанд баъзан мешавад ку ҳамин паҳлавон дар ҳама ҷо харидор дорад паҳлавонро ҳатто душманонаш душманон ҳам бисёр вақт қоил ҳастанд дӯст медоранд эҳтиром мекунанд агар дӯст надоранд эҳтиром мекунанд хуб ҳамин достони рустам ва суҳроб
ماجرای رستم و سهراب اگر گفتم ممکن باشد واقعا یکی از قسمت‌های اساسی ترین شاهنامه هست. همین وقت شاهنامه گفتیم رستم به خاطر می آید، وقت شاهنامه گفتیم سهراب به خاطر می آید، چون گفتیم که فردوسی حتما شاهنامه به خاطر می آید. از این سبب از زمان قدیم شاهنامه خوانی میکردن و بیشتر همین قصه را بسیار میخوندن. گفتن که تا همه 100 سال پیش، درست‌تر 50-60 سال پیشتر، در همه حدود تاجیکستان شاهنامه خوانی خیلی اوج داشت. بسیار شاهنامه از یاد میدانستن. مثلا پروفسور روشن رحمانی گفتن که در یک دهه، یکی از دهه های همین نزدیک سرحد یک موسفیدی بود و وقتی همین داستان رستم و سهراب رو میخوند از جای میخست و اونقدر خودش رو فراموش میکرد، اینقدر به شور میآمد، شوق میآمد وقتی که رستم یگان دشمن خود را به زمین می افکند، همین موسفید هم در برابر خواندن خودش را به زمین می افکند و یا رستم یا علی گفته باز میخست از جایش. و وقتی که سخنان تهمینه رو میگفت که سهراب رو گسیل میکنه به سفر، گریه میکرد، حتی مثل رقص شیهه میکشد به موسفید. ما البته من تلویزیونی بهارستان شاهنامه خوانی میکنیم، حالا شما هم چند بیت از شاهنامه خواندید. شاهنامه رو به هر آهنگ خوانده ممکن است، متاسفانه همین من خبر ندارم که ثبت صدای همه موسفید هست. میگوین که حتی مثل اسب شیهه میکشید، مثل رخش. و از خارج کشور آمده تقریبا 40 دقیقه همین موسفید رو ثبت کرده، انگشت حیرت گزیدن مردم دانشمندان اروپا که این شاهنامه خوانی رو بینید. شاهنامه خوانی تقریبا 70 سال بعد فراموش شد، کم شد، خیلی کم شد. البته برهم نخورد، خیلی کم شد و امروز باز از نو احیا گردید. همین رو من میخوام تاکید کنم که همین داستان رستم و سهراب مشهورترین قسمتی شاهنامه. در شاهنامه همه بیت، هر یک جزءش، هر یک صحیفش البته چه عزیز است، خواندنی است هم، لیکن همین داستان بسیار مشهور است و بیشترین نام هایی که از انتخاب شدن از همین شاهنامه برای فرزندان کدام است؟ رستم و سهراب، تهمینه و سیاوش، گردآفرید همینا هست. کاووس و افراسیاب خواستند که رستم سهراب را نشناسد یا دیگر را و به نبرد برایند، به حرب برایند. حالا که یک طرفدار یک کس بود، یکی طرفداری رستم بود، یکی طرفدار سهراب بود. افراسیاب با همراهی کیکاووس میخواستند که پدر پسر یک جای شوند. اگر رستم سهراب یک جای میشدن، آنها ایران را با همراهی توران میگرفتند از دست افراسیاب و کاووس. از بس که آنها خیلی تخت خود را نقض میدیدند، آنها نمیخواستند که پدر و پسر یک جای شوند. اگر آنها یک جای شده، آنها را از تخت میخزاندند، چونکه سهراب به مادر خود قول داده بود که من پدر خود را اگر یابم، من ایران را با توران به دست خود میگیرم و تو را ملکه ایران و توران میکنم. یعنی دو کشور رو به همدیگر متحد میکند. بعد چی شد؟ همین پدر و پسر به نبرد برآمدن، به جنگ، به میدان برآمدن. همین دو شاه بسیار کوشش کردن که همدیگر آنها نشناسند. و مثلا کاووس رستم را دوست می‌داشت. رستم برای کاووس پادشاه اینقدر خدمت کرده بود. ببینید اینقدر خدمت کرد و وقتی که سهراب زخم برداشت، تیغ خورد، شمشیر خورد، همه کاووس نوشدارو نفرستاد. وقتی که رستم فهمید که پسر خود را زخم کرده است و روان نمیکند به دست حجیر دارو را، چون که میدونست که اگر سهراب صحت سلامت شود، سهراب کاووس را میکشد. و به همین مانند وقتی که
سهراب عزمی ایران میکند و افراسیاب دو پهلوان خود هامان و بارمان را به سهراب همراه میکند و به آنها سپارش میدهد که کوشش کنید هیچگاه سهراب نفهمد که او پسر رستم است. پدر با پسر جنگیده ایستادند. اکنون از همینجا ما باید فهمیم که خلاصه براریم که نه هر پادشاه صلح پرور است و نه هر پادشاه میخواهد که صلح و آسایش دوستی میان خلقها برقرار شود. شاهنامه فردوسی برای امروز هم پند است. غایه کوشش و تلاش های پیشوای ملت خودمان رو وابسته به صلحی که پایدار است امروز نگاه داشتن همین. از این سبب کاووس هم نمیخواست که رستم با پسرش یک جا شود. البته کاووس بسیار نغمه های خودش رو پنهان می داشت، اون وقت آشکار میشه و از تخت سرنگون میشد. به همین مانند بینید سهراب خیلی تلاش کرد که پدر خود را شناسد. کدام کارها رو با کار برد، کدام اصول ها رو با کار برد که تو کوشش کند که پدرش رو شناسد اگر به او داشته باشد. سهراب هنگامی که با هجیر جنگ میکرد او را در بند گرفته بود و از هجیر هر یک شخصانی که در لشکر کیکاووس بودند هر یک از آنها را از روی تخت نشستهشان میپرسید که کدامش کیست. او فکر میکرد که اگر سهراب فهمد که رستم در کجاست او را مغلوب میکند و برای از همین سبب هجیر به او نگفت و هنگامی که در میدان جنگ بودند آنها هر دویشان سهراب کوشش میکرد که به او فقط از رستم پرسید که آیا تو از اولاد سامی نریمان هستی؟ تو رستم دستان هستی؟ وی رد میکرد، میگفت نه من رستم نیستم، من با مانند او پهلوانی آنقدر هم با قوت نیستم. در اینجا اساساً عیب شاه کاووس بود، برای که او به رستم گفته بود که هنگامی که با سهراب به نبرد میبرایی به او هیچ وقت نام خود را که بودنت را نشان نده. سهراب از کجا پرسید؟ گفت که تو مبادا رستم باشی. گفته پرسید. همین از کجا فهمید سهراب کمی در حیرت ماند، از پهلوانی رستم کمی در حیرت مانده. از اون میپرسد که از اون میپرسد آیا تو رستم نیستی که من مانند تو هیچ پهلوانی رو ندیده بودم که با زوریش با من برابر باشد. و او میپرسد آیا تو رستم هستی؟ و میگوید نه من رستم نیستم و با مانند او قهرمان شدن حالا نمیتوانم. با همین قدر پهلوانی با اینقدر شهرت آبرو، حتی سهراب رستم آدمی با عقل بود، دانشمند بود، وگرنه در این قدر نبردها و غالب اومدنش گمان بود. بسیار آدمی بزرگ حساب میافته همین سهراب رستم. لیکن چرا باور کرد به کاووس و گپی همین دشمنان چرا نامش را نگفت؟ جواب چنین است که در وقت جنگ کردن و با دشمن روبرو شدن هرچند انسان خیرتمند و دانشمند هم باشد اما عقل وی کمتر خیره می شود و کوتاه اندیشی میکند. درست است، جنگ عقل را خیره میکند. باز یک سبب دیگرش چنین است که رستم که این خود پهلوان بود و خود به خود فکر میکند که اگر که همین سهراب که چنین یک پهلوان است، اگر که من نامم رو با او گویم و او مرا مغلوب کند، من در نزد اهالی شهربنده میشم و خوبش که خاموش نشینم و اگر مغلوب هم شوم نام من پس نمیشود. بله. و باز ما برمیگردیم به همون کوشش های سهراب و باز از هومان میپرسد این سخن را و هومان با او از سبب کاووس با او گفته بود که درباره پدرش با او معلومات داده. هومان هم در لحظه خاموش میشیند. اولین کوشش سهراب کدام بود؟ از هجیر بپرسد. نه، تخمینه برادر خود ژندرزم را با همراهی سهراب روان میکند و ژندرزم شب به نزد رستم آمده میپرسد که تو مگر رستم نیستی؟ و رستم از این به غضب شده با یک مشتش ژندرزم را میزد و همین طور ژندرزم میمیرد. و یگانه نفری که در بین لشکریان سهراب رستم را خوب میشناخت همین ژندرزم بود. بله، واقعا خوب خواندن. ما برای چی بعضی جزها رو پرسیدیم چون فردوسی خیلی به تفصیل هر یک نقطه رو در آورده است. به همون خاطر بعضی هم میگویند که شاهنامه جنگنامه هست، این خیلی نیست. همین یک
لحظه جنگ یک ماجرا رو تصویر میکند بعد توصیف خرد هم میکند. بله. جنگ میره و در دوام جنگ هر جا فردوسی یک دردانه میپرتاید وابسته به عقل، فراست، خرد، دانش. این اصلا خردنامه هست، جنگنامه هم هست، تاریخ نامه هم هست. این خیلی نیست که فقط رستم و سهراب همه در جنگ نبرد بودن، اندیشه هم هست، ملاحظه هم هست. از این سبب وقتی که ما شاهنامه میخونیم باید از شاهنامه پند گیریم، خلاصه کرده توانیم. عذر ما علیکه گفتیم که چرا عقل رستم اندک تیره شد و چخیل سهراب کوشش کرد که پدر خود را شناسد. اکنون یک سوال دیگر، همین پدر و پسر یک دیگر را نشناختند و نابود شدند. همه میخواهد که همین پدر و پسر باید که همدیگر رو میشناختن. ما بسیار افسوس میخوریم. همین هر کسی که به همین جا میرسند میگه که چرا فردوسی همین خیل کرد، باید همین سهراب کشته نشود. لیکن ناعلاج همین فردوسی ناعلاج ماند و سهراب را از دست رستم کشت. چرا همین خیل کرد؟ فردوسی در تالیف شاهنامه بسیار مقصدها داشت. یک از مقصدهایش چنین بود که وی مرگ را به مثل یک علنگه آتش توصیف نموده است که اگر درگیرد وی نمیگوید که پیر است یا جوان. یعنی وقتی که یگام کس میمیرد دیگر گیره و ماتم دیگر فایده ندارد. یعنی سهراب پهلوان در وقتی در عین جوانیش وفات میکند و این وفات کردن وی نه به پیری بود و نه به جوانی. خب یعنی یک فکر تو همین است که قسمت آدمی، یعنی تقدیر است. باز که مرحمت استاد ابوالقاسم فردوسی در داستان سهراب و رستم چنین میگوید که مرگ نه به جوانی و نه به پیری نگاه میکند. یک فکر دیگر این است که این واقعه خودش همین خیل روی داده بود و فردوسی دیگر علاج نداشت که این را دیگر خیل نویسد. درست است. این هم فکری بسیار جالب است. یعنی چون این شنیده بود فردوسی قصه ها را، بله این هم یک فکر است. فردوسی شاهنامه را از روی شنیده اش، خوانده اش، البته از خود هم ایجاد کرده است، بافته است. این فردوسی خودش سهراب را در اینجا کشت که برای دیگران عبرت شود. برای کی عبرت شود؟ برای خوانندگان. مثلا چه عبرت شود؟ مثلا وقتی که وی دیده ندیده و پسرش رو نمیشناخت وی به سراسیمگی در اینجا رستم راه میدهد و باید وی در اینجا با منطق‌تر فکر میکرد. وقتی این حادثه ها از آنجا گفته می شود که در وقتی که اونها جنگ میکردند سهراب به رستم میگوید که من نمیدونم چرا ولی به تو مهری دارم. اما رستم به سخنهای وی گوش نمیکرد و فکر میکرد که به وی فریب داده است. اما وی باید به سخنهای وی گوش میکرد، شاید که در آن وقت آنها یکدیگر را میشناختند. یعنی خش فردوسی در اینجا یک تصویر کرده است که اگر سراسیمه نشویم باید دیگر اعتبار دیم و یکدیگر را بهتر میشناسیم، همین خیلی خونریزی نمیشود. خوب این هم باز یک فکر عجیب تر بهتر است. مرحمت. در این داستان چنین آمده است که اگر که از دست پدر پسر کشته نمیشد شاید این داستان در تاریخ نام مشهور نمیشد. این فکر بسیار درست است. به سبب فوجیه آور و پندآموز بودنش همین داستان مشهور شد. در اینجا حکیم فردوسی به ما میگوید خوانندگان که چقدر بد بودن کاووس را. کاووس هم میدونست که سهراب پسری رستم است اما نمیگوید. در اینجا حکیم فردوسی به ما میگوید که چقدر آدم بد هم بوده میتواند و باز باز حکیم فردوسی به ما گفته میتواند که ما باید اگر چی کاری کنیم اول پیشتر فکر کنیم. در اینجا رستم فکر نکرده به نبرد تیز میبراید. اگر وی کمتر فکر میکرد و میایستاد وی میتوانست بفهمد که وی با پسر خودش میجنگیده است. من فکر میکنم که حکیم فردوسی به ما اینجا دو کار را نشان میدهد، بدی کاووس را و نه اندیشه کردن رستم را و کاری تیز کردن. خب این هم خطا نیست. حکیم فردوسی چخیل که گفتند اگر رستم و سهراب یک جای میشدند جنگ از در دنیا برهم میخورد و سخن جنگ در دنیا دیگر نمیشد. اما چخیل که فردوسی میداند در دنیا
به جنگ دنیا به جنگ شدن نمیتواند، در یک جا نه یک جا باید جنگ شود و همین خیال در داستان خود و در آخر سهراب را به طوری درست امیر جان خیلی نزدیک اومد. بچه عزیز گوش کنید. فردوسی گفت که زندگی همین خیلی است. اگر من سهراب رو زنده اینجا نگاه دارم در داستان دروغ بشود، برای اون که همین انسانیت یکدیگر را کشته آمده ایستاده است. پدر پسر رو، برادر رو میکشد. اگرچه یک برادر از کشور است، یک عسکر از کشور دیگر است، یک عسکر از این کشور است، از دو سر آنها یک آدم، نام همه آدم است، انسان است. ما همه برادر هستیم و راستش رو گفت که احوال زندگی ما همین است. از همین سبب در جهان صلح و آسایشگی خیلی کم است. و اگر رستم با سهراب آشتی میشد، همین کلمه تضاد از بین میرفت. مرگ و زندگی، جنگ و صلح، نیکی و بدی، همه همین تضاد پر نیست میشد. فردوسی گفت که پند داد که احتیاط شود. پند داد به ما گوش زد کرد که ما مثل انسانیت مثل انسان زندگی کردن نمیتواند. از همین سبب شاهنامه در جهان مشهور است. این خیلی در یگان کشور دیگر دیوانه نشدن که هر کتاب را گرنده ترجمه کنن، میخوانن، میفهمن، اونجا دانشمندا هستن. اولین مراتبه شاهنامه به زبان عربی ترجمه شد و بعد از اون چی به اروپا رفت، بعد چه روزها 3-4 نفر ترجمه کردن و امروز هم ترجمه نوبنوی شاهنامه دوام دارد. یعنی شاهنامه فقط جنگنامه نیست، افسانه نیست، فقط تاریخ نامه نیست، بغیر از این خردنامه هم هست. تا همین اثر تا خردنامه نشود، فقط با یک جنگنامه شدنش مشهور و عالمگیر نمی شود. برای همین بسیار خوب و فکرهای خوب گفتید. آفرین. یک 5-6 فکر نو ما تا آخر فکرمون خودداری کردیم که خود شما گفته توانید و عاقبت من جنبست کرد فکرهای شما و فکرهای درست گفتید. با درستترینش رو امیر جان گفت. انا همین خیلی از اثر بدیعی خلاصه میبرارن، وگرنه بعضی ها هستن که 3-4-5 هزار کتاب میخوانن، هیچ عقلشان یا فراستشان تغییر نمییابد. وقتی این خیلی میخونید بعد آدم همین خیلی میشود که فردوسی آرزو میکرد. همینجا وقتی که سهراب از دست رستم کشته شد، حال مادر، حال تحمینه چی میشود؟ همه گفت ای جان مادر کنون، کجایی سرشته به خاک و به خون. دو چشمم بره بود گفتم مگر، زی سهراب و رستم بیابم خبر. گمانم چنین بود گفتم کنون، بگشتی بگردی جهان اندرون. پدر را همی جوستی و یافتی، کنون با مدن تیز بشتافتی. چی دانستمی پور کاید خبر، کی رستم به خنجر دریده جگر. دریغش نیامد از آن روی تو، از آن برز و بالای بازوی تو. از آن گیدگاهش نیامد دریغ، کی ببرید رستم به برنده تیغ. بیپرورده بودم تنش را بناز، برخشنده روز و شبانی دراز. کنون آن به خون اندرون غرقه گشت، کفن بر تنی پاک او خرقه گشت. کنون من کی را گیرم اندر کنار، کی خواهد بودن مرا غمگسار. کی را خوانم اکنون به جای تو پیش، کی را گویم این درد و تیماری خویش. دریغا تن و جان و چشم و چراغ، به خاک اندرون مانده از کاخ و باغ. پدر جستی ای گردی لشکر پناه، به جای پدر گورت آمد براه. از امید نومید گشتی تو زار، بخفتی به خاک اندرون زار و خوار. از آن پیش کو دشنه را برکشید، جگرگاهی سیمینی دو بردرید.
چرا آن نشانی که مادر داد ندادی بروبر نکردیش یاد؟ نشان داده بود از پدر مادرت زی بهری چی نامد همی باورت. کنون مادرت ماند بی تو اسیر پر از رنج و تیمار و درد و زحیر. چرا نامدم با تو اندر سفر کی گشتی به گردانی گیتی سمر؟ مرا رستم از دور بشناختی تو را با من پور بینواختی. بیانداختی تیغ آن سرفراز نکردی جگرگاهت پور باز. بسیار خوشرو خوانده، به درد خوانده. آفرین و بسیار پسند ما آمد. تشکر برای اینقدر از یاد کردن خوندن. یک چرا نقل میکنن وابسته به زبان میگویند که حکمت رضا با کدام یک کشور سفر میکنند و از حکمت رضا میگویند که اسمتان چی است؟ بعد حکمت رضا خواهش میکنند که شما پرسید که نامش چی است گویید و میگویند که نه نام اسم. حکمت رضا جواب میدهند که فردوسی در شاهنامه نام گفته است. نگاه کن بدین لشکری نامدار یا از وی است این شعر. همین است. نگاه کن بدین لشکری نامدار جوانان شایسته کارزار. همون آدم خاموش می شود. یعنی در بحث اگر با دهان یگان نفر با شاهنامه زنید، با کتاب شاهنامه زنید، شما غالب می آید. و در یک جای دیگر کلمه دویست را استفاده می برند. حکمت رضا میگن که دویست این چه است؟ بعد میفهمند که 200. باز از شاهنامه مثال آورده میگن که 200 مرد جنگی به از 100,000. و اون آدم باز خاموش میشود. شاهنامه یراقی ما هم هست. و جهانیان در عالم گفتن که بسیار دانشمندان جهان گفتن که فقط مردم تاجیک همه خیل داستان قدیمه کامل مکمل و واقعا پندآمیز دارد. یگان خلق دیگر به درجه شاهنامه داستان تاریخی اپیکی ندارد. واقعا اون درد تحمینه رو رساندن و الهام از شاهنامه لایق گرفتن و حتی با همین نام یک سلسله شعرها دارن. الهام از شاهنامه و یکی از شعرهای واقعا هم به درد همون سوگی و تحمینه بر مرگ نوحه تحمینه بر مرگ سهراب است. اگر یگان نفر اگر از یاد مرحمت. تحمینه ام از درد و غم دونیمه ام در حسرت سهرابیل درج غمان شد سینه ام. سهرابی من مهرابی من خورشیدی من مهتابی من در این دنیای بی کسی یکتایی من نایابی من. در دشتی که این سرگشته شد در خاک و خون آغشته شد از مهر رستم زاده شد و از قهر رستم کشته شد. خب معنای رستم چی است؟ هنگامی که رودابه فرزند خود را به دنیا می آورد و چنانی که پسرش خیلی کلام بود و از همین سبب او به خود میگه رستم. یعنی معنای رستم خلاص شدن رها شدن است. باز یک معنای دیگرش هم هست. این معنای واقعا کلمه ویش است. باز یک معنای دیگرش هم قویتن. این معنا تدریجاً به همین آدمانی که بسیار پر پیکر جسمشون بسیار قوی هست میگویند که رستم پیکر میگویند. بعد یک چیز دیگر رو من باید مخصوص در اینجا قید کنم که از همین داستان ما این خیلی خلاصه ها برآوردیم. باز یک گروه دیگر بیایند شاید آنها تماما خلاصی دیگر میبرند، حتی از خلاصی ما بهتر میتوانند که یعنی هر کس هر گروه هر خواننده از شاهنامه برداشت خودش را دارد. ما گفتیم که رستم و سهراب برای آن به نبرد برآمدند و سهراب برای آن کشته شد که
و اینطور خلاصی خودمون رو گفتیم. شاید یک نفر دیگر میتواند که به فکر ما راضی نشود و ما تیار هستیم که اون فکرها رو البته شنویم، گوش میکنیم و اگر دیدیم که بهتر است حتما قبول میکنیم. و هرچند هر اثر یک قوه معین دارد، هر نفر وابسته به درجه جهانبینی، معرفت، دانش، سوادناکی، عقل و ذهن خود از هر اثر با خلاصه خود را میبراند. واقعا یک تحلیل خیلی خوب شد و درست گفتن که از زمره داستان‌های مرکزی و خاطرمان شاهنامه بی‌زوال محض همین داستان است، محض همین نبرد است، محض همین قصه است و سر هر قهرمانیان و سر هر یک اپیزودی که فردوسی آورده است ما میتوانیم که ساعت‌ها آن رو تحلیل کنیم، درباره حرف زنیم و البته خلاصه براریم و حکمت گیریم. ولی چون فرصت نمایش ما تو به همین درجه است، یعنی ما قدر از این وقتی زیادی نداریم که ما دیگر پهلوی داستان را همراه شما تحلیل و بررسی کنیم و ما شاید که باز در برنامه‌های دیگر به همین داستان به دیگر داستان‌های شاهنامه برمیگردیم و البته باوری داریم که دیگرها نیز از این تحلیل و بررسی ما خلاصه خیلی خوب برآوردند اگر ما رو تماشا کردند و ما همین گونه می‌خواهیم که بینندگان ما در بحث‌ها مثل خوانندگان گیمنازیوم رقم 74 شهر دوشنبه فعال باشند و ما همین گونه تحلیل و بررسی ها رو با اثرهای دیگر جاویدانه ادامه میدهیم و باور داریم که بینندگان با ما همراه میشوند و این شماره 90 بود از سلسله نمایشی بهتر از دوست.